معنا و هدف زندگی چیه؟ این شاید یکی از فلسفی ترین و عمیق ترین سوالاتی باشه که از زمان سقراط تا الان بهش پرداخته شده و واقعیت اینه که هنوز به جواب روشنی هم نرسیده. مثلا بعضی از خردمندان میگن که هدف زندگی اینه که از خدایان و مثلا کلیسا پیروی کنیم و در نهایت بریم بهشت. بعضی دیگه هم گفتن که زندگی معنای خاصی نداره و خودمون بایستی بهش معنی بدیم. یه سریای دیگه هم اومدن و گفتن که زندگی معنا نداره و به معنا هم نیاز نداره. نظر مونتنی یه کمی به این آخریه شبیه تره. میگه که بگذار زندگی خود جواب خود باشد. یعنی معنای زندگی خود زندگی و ذات زندگی کردن هست. مونتنی سعی میکنه یک نگاه پیشا سقراطیانی به زندگی رو دوباره زنده کنه. کتاب چطور زندگی کنیم؟ سرگذشت مونتنی در 1 سوال و 20 جواب از سارا بیکویل و ترجمه خانم مریم تقدسی عزیز و از انتشارات ققنوس. این کتاب سعی میکنه که به نگاه مونتنی در مورد زندگی و معنای زندگی بپردازه. خلاصه که اگر میخوایم در مورد معنا و مفهوم و هدف زندگی یک مقداری خردورزی و فلسفه ورزی کنیم و در موردش فکر کنیم، این کتاب میتونه گزینه خیلی خوبی باشه.